बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुहस्सिलीन व मुहस्सिलात अज़ीज़। तेर दर्स माबूद के साल द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यानी चतुर सिस्टम मादिलात खती ब एलिमिनेशन मेथड हल मेशा ما او طریقه را هم دیسکس کردیم که باید چی عمل میشه او را در ستپس نوشتم کردیم او ستپس پرکتیکلی اجرا هم کردیم او یک اگزامپل را هم حل کردیم در او تیر درس. امروز ما یک دوم اگزامپل از او درس حل میکنیم. اگزامپل است solve system of equations using elimination method. اینجا سیستم معادلات خطی دو معادلات داره او سیستم دو مجهول داره، یعنی هر معادله دو مجهول داره، یک x یک y. خو اگر در تیر درس یک محصل نفهمید خو باید و مشکلات خود در یه درس رفع کنه، چرا که ما او درس را ریپیت میکنیم. صرف فرق یہ است که اگزامپل دوم گرفتیم او معادلات را تغییر کردیم. اینجا به ما سیستم آف ایکویشنز داده شد که وہ دو معادلات داره. اول معادله منفی 2x جمع 4y مساوی به 40 است. یہ معادله اول نوشته است، یک نشان میتا اسم معادله اول. او دو معادله دوم را نشان میتا، معادله دوم است x منفی 2y مساوی به منفی 20. یہ خو سیستم معادلات است که سیستم دو معادلات داره و هر معادله دو مجهول داره. در اول مرحله باید چی شوه؟ در اول مرحله باید یک مجهول انتخاب شوه، x انتخاب شوه یا y. هر دویش نه، از هر دویش یک باید انتخاب شوه. یه اختیاری است، شما میتونین که x را الیمینیت کنین یا میتونین که y را الیمینیت کنین. خب به این وجه در اول مرحله ما در step 1 نوشته کردیم let eliminate variable y. در تیر درس ما مجهول x را حذف کرده بودیم، از بین برده بودیم. خب اینجا ما مجهول y را انتخاب کردیم که باید مجهول y از بین بروه، حذف شوه باید. علی او چطور حذف میشه؟ step 2 در تیر درس هم تشریح شد او اینجا ما دوباره او را پرکتیکلی میکنیم، در عمل میاریم. یعنی step 2 که ما باید مجهول y را حذف کنیم و ما نوشته کردیم multiply equation 2 by 2. یعنی چرا ما نوشته کردیم که باید معادله دوم که یک ثابت عدد دو باید ضرب شوه. یہ عمل ما چرا اجرا میکنیم؟ یہ عمل ما به این وجه اجرا میکنیم که در معادله اول که یہ است ضریب y 4 است او در معادله دوم ضریب y منفی 2 است. خب باید ما ضریب y را مشابه بسازیم، سیم این ویلیو باید ما جوړ کنیم او وقت سیم میشه او اپوزیت در علامه میشه که ما معادله دوم را به عدد 2 ضرب کنیم. ما این عمل را پرکتیکلی اجرا میکنیم. ما معادله دوم که x منفی 2y مساوی به منفی 20 است، ای را ما که یک ثابت عدد 2 ضرب کردیم. یہ اینجا ضرب است، 2 ضرب یہ علامه بریکٹ
علامه ضرب هم گفته میشه. دو ضرب x منفی 2y برکت کلوز، یعنی ما وقتی که یک معادله را به یک عدد ثابته ضرب میکنیم خود طرفین کتیو عدد ثابته جدا جدا ضرب میشه. به این وجه ما طرف چپ معادله دوم را هم به 2 ضرب کردیم و طرف راست معادله دوم را هم کت 2 ضرب کردیم. یہ منفی 20 ضرب 2 است، یہ پرنتیسیس کی است، یہ خرد بریکٹ کی است، یہ علامه ضرب است. منفی 20 ضرب 2 حالی یہ 2 در داخل اول خو کت x ضرب میشه و پس کت منفی 2y هم ضرب میشه. خود 2 ضرب x 2x شد او 2 ضرب منفی 2y منفی 4y شد او مساوی به منفی 20 ضرب 2 منفی 40 شد. یعنی محصلین و محصلات عزیز، ما به این وجه معادله دوم را کت ثابت عدد 2 ضرب کردیم که ضریب مجهول وای در هر دویش معادلات مشابه شوه و خلاف علامه شوه. حالی ببین که ضریب وای در اول معادله 4 است، مثبت 4 است، او در سوم معادله که ما جوړ کردیم ضریب وای منفی 4 است. خب مثبت 4 او منفی 4 خلاف علامه است او مشابه هم است در قیمت. حالی step 3 چی میشه؟ add equation 1 and 3. equation 1 او 2 باید جمع نشوه. چرا جمع نشوه؟ چرا که در equation 1 ضریب وای 4 است او در equation 2 ضریب وای منفی 2 است. یہ خلاف علامه است، خو مساوی در قیمت نیست. یک 4 است یک 2 است، این خو حسب نمیشه. او معادله دوم او سوم هم جمع نمیشه، چرا که در دوم ضریب وای منفی 2 است او در سوم ضریب وای منفی 4 است. این مشابه نیست او خلاف علامه هم نیست. خو کدام دو معادلات جمع میشه؟ معادله اول او معادله سوم. به این وجه ما مرحله step 3 نوشته کردیم که add equation 1 and 3 باید معادله اول او سوم جمع شوه. معادله اول است منفی 2x جمع 4y مساوی به 40 او جمع معادله دوم است 2x منفی 4y معادله سوم است 2x منفی 4y مساوی به منفی 40. خو یہ لاینی به این معنی که ما معادله اول که یه است او معادله سوم که یه است ای را جمع میکنیم. خو منفی 2x جمع 2x خلاص میشه و نتیجه 0 برآمد. او جمع 4y و منفی 4y هم حذف میشه و مثلا علامه 0 برآمد. او مساوی به مثبت 40 او منفی 40 که جمع میشه و هم 0 میده، چرا که خلاف مثبت 40 منفی 40 است او مثبت 40 کت منفی 40 خلاص شد. یہ بیانیه برآمد که 0 مساوی به 0. خو ما پایین یک نوت نوشته کردیم محصلین و محصلات عزیز که نوت when we find the statement 0 is equal to 0 this equation system carry infinite solutions. وقتی که به شما یک سیستم معادلات خطی داده شد که ای را با الیمینیشن پروسه متد حل کو او شما پروسه شروع کردین او در پروسه حل شما به این حالت رسیدین که از طرفین ثابت اعدادم حذف شد او مجهولم حذف شد او 0 مساوی به 0 برآمد. اگر در پروسه حل یہ حالت پیدا شد، یہ سچویشن پیدا شد، یہ بیانیه برآمد که 0 مساوی به 0 نوشته کو که یہ سیستم لایتناهی حل داره. حالی اگر از شما پرسان شد که اگر لایتناهی حل داره
خو حداقل یک دو پیدا کو. ما دوباره ریپیٹ میکنیم که وقتی که یه بیانیه برآمد 0 مساوی به 0 یک جمله نوشته کو که سیستم لا یتناهی حل داره. حالی اگر در سوال یم گفته است که اگر سیستم لا یتناهی حل داره خو حداقل یک دو پیدا کو. خب پس یه معادله را یه اگزامپل را پیش ببر. او اگر یه گفته نیست که حداقل یک دو سه حل پیدا کو، خب پس با اینجا که رسیدین 0 مساوی به 0 یه یک سنتنس نوشته کو که this system carry infinite solution او بس شما حل کردین اگزامپل را. ایره دیگه پیش نه ببر. چرا که او یه سوال نکرد که اگر یه حالت پیدا شد اگر سیستم لا یتناهی حل داره خو شما حداقل یک 3 4 پیدا کو. اگر یه نگفت در سوال خو بس اینجا ختم کو، نوشته کو که سیستم لا یتناهی حل داره. خو اگر در سوال نوشته است که if the system carry infinite solutions then find at least 2 or 3 خو باید پس و 2 یا 3 حل پیدا شوه. او را ما در سلایدز 73 کدیم. ما اینجام نوشته کدیم نوٹ که as equation system carry many solutions so how to find at least 2 solutions. اگر اینطور نوشته است که find at least 2 solution یعنی حداقل یک دو حل پیدا کو. چرا که شما گفتین که یه سیستم لا یتناهی حل داره، یه شما گفتین. خو اگر لا یتناهی حل داره خو حداقل یک دو پیدا کو. اگر یه گفته شد خو پس دو حل پیدا کو. چطور پیدا میشه ما و پروسه را ڈسکس میکنیم او پرکتیکلی و عمل را هم اجرا میکنیم. We will choose any one of the 2 original equations and solve as given. Let we choose منفی 2x جمع 4y مساوی به 40. یعنی چطور حداقل یک دو حل پیدا میشه؟ از سیستم که به شما داده شد. مثلا به ما یه سیستم در اگزامپل داده شد که دو معادلات داره. اول منفی 2x جمع 4y مساوی به 40 او دوم x منفی 2y مساوی به 20. یه دو معادلات در سیستم به ما داده شد. وقتی که شما حداقل یک دو حل را پیدا میکنین از هر دوش یک معادله بگی او او را حل کو. خو ما اینجا در سلاید 73 اول معادله را گرفتیم منفی 2x جمع 4y مساوی به 40. محصلین و محصلات عزیز ما دوباره میگم که اگر یه بیانیه در پروسه حل برآمد که 0 مساوی به 0 خو یه سیستم لا یتناهی حل داره، از او لا یتناهی حل ما باید دو سه پیدا کنیم. و چطور پیدا میشه؟ از سیستم یک معادله بگی، هر دویش نبگی، یک معادله بگی او او را حل کو. ما اینجا یک معادله اول منفی 2x جمع 4y مساوی به 40 گرفتیم او از او ما حل پیدا میکنیم. هر حل که از این معادله میآید او معادله او حل سیستم است، او حل سیستم معادلات است، یعنی او حل هر معادله است که در سیستم قرار داره. یه عمل ما میکنیم پرکتیکلی. او یه شما پیش از این خواندن در تیر درس هم یه طریقه خوانده شد که چطور یک معادله خطی حل میشه. یک معادله خطی است منفی 2x جمع 4y مساوی به 40. یه معادله خطی است، بلندترین توان هر مجهول یک است. او یه در تیر درسا شد که چطور حل میشه. و چطور حل میشه؟ معادله دو مجهول داره. طریقه یه است که به یک مجهول از طرف خود قیمت گذاری کو. به یک مجهول خود قیمت وضع کو، مثبت قیمت وضع کو یا منفی وضع کو یا صفر وضع کو. خب به یک مجهول وضع کو او دوم را پیدا کو. یه طریقه است. او ما اینجا نوشته کردیم assign value
to any one variable from your side and find the other variable. یعنی به یک مجهول از طرف خود قیمت گذاری کو او دوم مجهول را پیدا کو. ما اینجا نوشته کردیم let x is equal to 0. یعنی ما به مجهول x از طرف خود قیمت گذاری کردیم او مجهول که به او از طرف خود قیمت گذاری شوه و independent variable گفته میشه او مجهول که وہ نامعلوم است پیدا شوه او را dependent variable میگه. خو اینجا ما با x قیمت از طرف خود 0 وضع کردیم. x independent مجهول است در این معادله. ما منفی 2x جمع 4y مساوی به 40 معادله اصلی نوشته کردیم. منفی 2 خودش او بجای x ما قیمت x 0 را وضع کردیم جمع 4y مساوی به 40 خودش. منفی 2 ضرب 0 منفی 0 میشه جمع 4y خودش مساوی به 40 خودش. 4y منفی 0 4y نتیجه میته و مساوی به 40 خودش. 4y مساوی به 40 حل نیست. مشکل ما فعلا حل نشد. حال ما باید از این معادله 4y مساوی به 40 از این ما باید y پیدا کنیم مجهول y solve for y. خو چطور پیدا میشه؟ اگر ما طرفین یه معادله را به ضریب y 4 تقسیم کنیم خود به خود y تنها میشه 4 از بین میره. خب به این وجه یک بیانیه ما پیش از پیش نوشته کردیم که divide both side by 4. bs both sides را میگه. both sides یعنی طرفین معادله. خود 4y تقسیم 4 کردیم یعنی طرف چپ معادله را ما به 4 تقسیم کردیم او مساوی به 40 تقسیم 4 کردیم یعنی طرف راست معادله را هم ما به 4 تقسیم کردیم. 4 همراه 4 خلاص میشه نتیجه 1 میه. 1 ضرب y تنها شد به طرف چپ معادله او مساوی به 40 تقسیم 4 نتیجه 10 میته. یعنی اولین حل یه معادله که ما گرفتیم و برآمد S1 یعنی سلوشن اولین. سلوشن 1 چی است؟ x 0 ولیو داره او y 10 ولیو داره. حال ما حل دوم را پیدا میکنیم چرا که سوال شد که حداقل 2 حل معادله باید پیدا شوه. حال ما دوباره و معادله اول را میگیریم منفی 2x جمع 4y مساوی به 40 او اینجا ما باید به یک مجهول از طرف خود قیمت گذاری کنیم او دوم را پیدا کنیم. یه طریقه است که معادله خطی حل میشه. خو اینجا نوشته است assign value to any one variable from your side and solve for the other variable. let x is equal to 2. یہ با این معنی که ما از طرف خود با x قیمت 2 وضع کنیم باید. خو ما در معادله اول که او را انتخاب کردیم منفی 2x جمع 4y مساوی به 40 در این معادله ما باید بجای x قیمت x وضع کنیم. یه منفی 2 خودش او قیمت x2 ما بجای x در معادله وضع کردیم جمع 4y خودش مساوی به 40. منفی 2 ضرب مثبت 2 منفی 40 میشه منفی 4 میشه. منفی 2 ضرب مثبت 2 نتیجه منفی 4 جمع 4y مساوی به 40. solve for y یعنی از اینجا باید y پیدا شوه. خو y چطور پیدا میشه؟ باید از طرف چپ ثابت عدد حذف شوه او به طرف راست باید انتقال شوه. او چطور میشه؟ اینجا در معادله ما منفی 4 داریم او خلاف منفی 4 مثبت 4 است. اگر ما در طرفین مثبت 4 جمع کنیم خود 4 کت منفی 4 خلاص میشه او از طرف چپ به طرف راست انتقال میشه. به این وجه ما بیانیه نوشته کردیم که add 4 to both sides یعنی باید ما در طرفین 4 جمع کنیم. add 4 to both sides یه بای اضافی نوشته است ایره در نظر نبیگی. add 4 to both sides both side bs
means both sides. خو طرف چپ منفی 4 خودش او جمع 4 ما پیدا کردیم او جمع 4 وای خودش مساوی به 40 جمع 4 ما در طرفین 4 جمع کردیم. خو یه 4 کت منفی 4 خلاص میشه او 4 وای مساوی به 44 شد. 40 جمع 4 44. از اینجا باید وای پیدا شوه و چطور پیدا میشه؟ باید ضریب وای 4 حذف شوه. و چطور حذف میشه؟ divide both sides by 4 یعنی طرفین را به ضریب وای 4 تقسیم کو. او را که ما تقسیم کنیم یه عمل میشه 4y تقسیم 44 divide both sides by 4 we have 4y تقسیم 4 یعنی طرف چپ معادله را به 4 تقسیم کردیم مساوی به 44 تقسیم 4 طرف راست را هم به 4 تقسیم کردیم. خود 4 کت 4 خلاص میشه او y تنها میمانه به طرف چپ معادله او 44 تقسیم 4 11 نتیجه میته. y برآمد 11 دوم حل x2 او y 11 یه دوم حل برآمد. آلی اگر یک محصل میخواه که را چک کنه که یه صحیح حل است که غلط خو اول خو و اولین حل که ما پیدا کردیم حل اول کی بود اول او را بگیره اور کجا وضع کنه در هر دویش معادلات. اولین حل بود x0 y10 ایره بگیره او در یه معادله اصلی معادلات اصلی که به شما داده شد در رو باید وضع کنه او چک کنه که دست چپ برابر به دست راست است که نیست. یعنی دو معادلات است او حل را اینجا در هر معادله وضع کنه باید ایره ساتیسفای کنه. مثلا x 0 است به این وجه یه 0 میشه او y اونجا 10 است. y چی بود در حل؟ y 10 بود. یه x 0 y 10 یه حل را ما گرفتیم در یه معادلات اصلی. اگر ما ایره وضع کنیم معادلات اصلی که به ما داده شد دو معادلات اونجا اگر ما ایره وضع میکنیم خو واضح میشه که یه صحیح حل است که غلط. x 0 منفی 2 ضرب 0 0 میشه او 4 ضرب 10 40 40 مساوی به 40 اینجا وضع کو x 0 او منفی 2 y چی است؟ 10 ضرب منفی 2 منفی 20 منفی 20 مساوی به منفی 20. یعنی به این ترتیب باید محصل او حل را که پیدا کرد او را در معادلات اصلی جدا جدا وضع کنه. باید دست چپ معادله به دست راست برابر شوه. اگر برابر نشد یه حل غلط است. خب به این ترتیب حل میشه او شما میتونین که ایره چک کنین. با چک میشه. یه حل اخیری دوم که برآمد است یه حل رم باید در معادلات جدا جدا وضع کنه او چک کنه که دست چپ برابر به دست راست میه که نمیه. بجای x 2 وضع کنه و بجای y 11 وضع کنه دست چپ برابر به دست راست میه.